عشق کجاست؟ چه شکلی براتون؟ عشق به قول شاعر عشق آمدنی است، جستنی نیست، باید اتفاق بیفته. البته خود آدم طرز تفکرش با عشق میشه، عشق در سر راه آدم قرار بگیره. کسی که همه چیز رو با کژبینی و با بدبینی نگاه میکنه عشق به سراغ اون نمیره. میدونی عشق به سراغ کسی میره که خودش هم دنبال عشق باشه، با یک نگاه عاشقانه به هستی نگاه کنه. میدونین اگر اینجوری باشه با یه تعمق همراه باشه دیگه برای عشق متعالیه. غنیمتی شماره شم مثل پروانه که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند. این عشق به زندگی معنا میده، کیفیت میده. شما در سخت‌ترین شرایط هم به هر حال چون میبینین زندگی همینقدر متصله و به هر حال بی محتواست و همینی که داره به زندگی شما محتوا میده، معنا داره میده. برای اینکه زندگی خودش معنا نداره ما با دلایل عقیده، با دلایل نه، به طرق مختلف براش سعی میکنیم معنا بتراشیم. این لذت بخش.